دیدیم و امروز هم دوستان عزیز میخواییم امروز سلو به طرف قلب کارت 4 یا همون اگه سالتر بگوییم دوستان عزیز به طرف بازار کارت 4 حرکت کنیم و بریم دیگر. در ادامه ویدیو دوستان عزیز همراه ما باشین، بریم ببینیم که کارت 4 چی گپ ها صبح چی گپ ها. همینجا دوستان عزیز امروز یک قسم خلوت هست، یک قسم سرسلمت های شوق. اینجا یک منطقه لوکس کابل است کارت 4، مثل شهر نو و قلعه فتلا و اونجا، اما دورتر از مرکز کابل هست دوستا. مرکز کابل مثلا طرف های قلعه فتلا، طرف های سلام و درود مسار شما خوبان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، روز قبل بخش های دیگه کارت 4 شهر کابل دیدیم و امروز هم دوستان عزیز میخواییم امروز سلو به طرف قلب کارت 4 یا همون اگه سالتر بگوییم دوستان عزیز به طرف بازار کارت 4 حرکت کنیم و بریم دیگر. در ادامه ویدیو دوستان عزیز همراه ما باشین، بریم ببینیم که کارت 4 چی گپ ها صبح چی گپ ها نیست. دیگر سلو میریم. برج سلطانی رو هم در تصویر میبینین دوستان عزیز. نماد کارت 4 ما همیشه گفتیم همین برج سلطانی هست و کارت 4 و این برج سلطانی مردم میشناسن دیگر. این طرف هم ساختمان های بسیار بلند و بزرگ از دوستا، این طرف هم هست. ناول مدینه جوس و آیس کریم. شما ببینید دوستان عزیزی برج سلطانی را که یک جای بزرگ و چقدر بلند و زیبا ساخته شده. دوستان عزیز سلو پیش بریم و داخل قلب کارت 4 یا همون بازارش شویم. همینجا هم دوستان عزیز امروز یک قسم خلوت هست، یک قسم سرسلو نیست. علی یوسف خیاطی مردم به خاطر نان گرفتن دوستان عزیز جمع شدن. نانوایی هست. گدران دیگه نو سودا آوردن و کاروبار شروع کردن.
نگفتن اما دوستان عزیز کارت 4 یکی از زیباترین و لوکسترین بخش‌های شهر کابل به شمار میره که خانه هایشون نسبتا قیمتش بلند هست و همه قسم دوستان عزیز آپارتمان هایش و اینجا یک منطقه لوکس کابل است کارت 4 مثل شهر نه و قلعه فتلا و اونجا، اما دورتر از مرکز کابل هست دوستا. مرکز کابل مثلا طرف های قلعه فتلا، طرف های شهر نه و شار طرف ها نیست، دورتر است از اونجا، گوشتر هست. ببینین چی پیاده روی بزرگ و دوستان عزیز زیبایی دیگه گفته میشه براش. خانه های بسیار زیبا دوستان عزیز و لوکس، مکاتب، مدارس، پاهنتون های دولتی و خصوصی و همه چیز دوستان عزیز در این بخش کابل هست و بسیار نزدیک هم است. مکاتب خصوصی خود سر تا سر کارت 4 است. پاهنتون کابل هم نزدیک است، پاهنتون باختر، کاروان، خاتم النبیین، کاتب، همه جمعی دور و بر هستن دوستان. این دیگه دوستان عزیز چهارراهی مرکزی کارت 4 هست. ببینین یک جای زیبا و مقبول از دوستان عزیز، رنگ و رنگ ساختمان ها، رنگ و رنگ آپارتمان ها، رنگ و رنگ تاورها. خب دوستان مهرت گرامی و عزیز، انشاءالله که ویدیو خوشتان آمده باشه، ویدیو رو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همگی تا به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.